سلام و درود دوستان. اینک ما قرار داریم در نزد خانموزه قهرمانی تاجیکستان، فرزند بزرگ ملت شیرینشاه شاه تیمور و در دری درآمدگاهش ما را پیشواز گرفتن خویش و اقربا و پیوندان شیرینشاه شاه تیمور یادش بخیر. من میخواستم چند لحظه توجهتون به یک تاریخچه مختصر جلب کنم که برای اونهایی که نمیدونم، من باور دارم که همه میدونند، اما باید یادآور شم که شیرینشاه شاه تیمور تنها سری خودش را، جان خودش را به خطر گذاشت تاجیکستانی افغانی و بعدتر تاجیکستانی برای تأسیس یافتن تاجیکستانی شوروی همچون هفتم کشور اتحاد شوروی خیلی خدمت‌های بزرگ کرده، جانش قربان کرد، زیر تهمت و اهانت ماند و در مسکو پرونده شد که خاکسترش در یکی از مزارهای مسکو دونسکوی نام یک قبرستانی مسکو است که اونجا خاک این بزرگ مرد اونجاست. اما اینجا زمان همینجا تولد شده است، همینجا تولد شده است، همینجا همراه پدرش کارهای کشاورزی کرده است، چخیلی که ما از ترجمه حالش میدونیم، و همینجا کودکی و نورسی وای گذشته است و ببینید مثل یک عقاب از همینجا پرانچک شده است و تاجیکستانی که امروز ما و شما زندگی میکنیم محض با شرافتی جانیساری های همین بزرگ مرد این کشور زنده ماند، در خریطه جهان پیدا شد و ما به او تشکر گفتم. یک لحظه به خویش و اقربایشون مراجعت میکنم که شما از کدام طرف خویش تبار میشید؟ از طرف پدرشون، مادرشون؟ از طرفی کمتر نزدیک بیاید که صداشون پستر است. انا مادرمون، مادر من، مادر این، پدر این فرزندان امکشون میشن. بله. یعنی شما امک بچه هاشون؟ امک بچه هاشون من که نبیرش میشم، اینو ابیره میشن. بله. نامتون؟ بیبی دعوت. نام شما؟ دعوت بیگی. حنیفه. دوستان عزیز، بعد که سفید کرده شد، یعنی که از نامش اون تهمت و اهانت برداشته شد، شیرینشاه شاه تیمور را سفید کردن، بعد این خانموزه ساخته شد. البته بعد زمان شوروی، یعنی زمان شوروی خانموزه ساخته شده. حالا همون دوره با بابام و مادر کلانم زنده بودن، همین خانه با زندگی میکردن. بله. من یادم به هست صنف 6 بودم، 7 بودم. همون دوره فهمیدم که چون که تا همون سفید شدنش در باره وای گپ زدن ممکن نبود. هیچ کس نمیدونست، من نمیدونستم که همین خیلی بابا داریم، همین خیلی مادرم همین خیلی امک دارد. بعد وقتی که یک زنک خانمون با اومده، مادرم به گفت که امکتون سفید کردم، مادرم گریه کرد. من حیران شدم. بعد در بورش ما به گپ زده و کرد، بعد فهمیدیم که همین خیلی امک داشته مادرمون بابا داریم همین خیلی. بله. اینو امک بچه های خویشای دور، خویشای بسیار نزدیک شیرینشاه شاه تیمور هستند. شیرینشاه شاه تیمور دیدگی نیستند، اما وقتی که درباره شیرینشاه میگه چشمشان آزی دیده پری اشک شد، چون که واقعا قهرمانی واقعی که هم با نوشته هایش، مقاله هایش نامه به استالین نوشت. یگانه آدمی به جرأت، شاید از کمترین تاجیکای به جرأت بود که با استالین بیواسطه رابطه داشت، شاید تلفن صحبت بیواسطه در واخوری هایش بوده است و به استالین به اون خاطر که تاجیکستان تأسیس یابد همچون دولت هفتم شوروی از اطاعت ازبکستان برآورده شود نامه نوشته بود. نامه او به استالین ننوشت شبهه ها و گپ ها زیاد است که رسیده است تا به شعبه مکتوب ها رسیده است و به دست استالین نرسیده است، اما مهمش او تلاش کرد. برای زبان تاجیکی هم مقاله هاش اگر شما خوانده باشید در روزنامه ها، برای زبان تاجیکی، زنده ماندن زبان تاجیکی خیلی مقاله های عجیب، خیلی پیشنهادهای عجیب به استالین هم، به مسکو، به کرملین هم پیشنهادهای عجیب کرده است و این خیلی تبارشون امروز چراغدار همین مؤسسه است که خانموزه به خانموزه تبدیل شده است. و بگویید که شما خودتون چیکار هستید؟ معلم بودم، آموزگار فنی متماتیک. آموزگار فنی متماتیک. شما من دیرکتوری آثارخانه نام نسبتان بار دیگر؟ سلامتشور و دولت بیگی. سلامتشور دولت میگیم، همراهشون حالا یک صحبت دیگه میکنیم، رقماشون رو میگیریم. همین آثارخانه این کس راهبری میکنه و شما؟ من شاه تیمور و حنیفه، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13. این کس بینید نسبشون شاه تیمور است، بسیار عجیب است. باز هم هستن شاه تیمور و با همین شاه تیمور نام نسب هستن. دوستان عزیز، من خواهش میکنم که هرگاه به مسکو گذرتون افتید از اون مزار
як зиёрат кунед, як бор сари қабри اون بزرگمرد دو فوتیه کنید و اگر بدخشان گذرتون افتید بدخشان که اینقدر نزدیک نیست مسکو دورتر است چون بدخشان اومدید حتما از این خانه موزه از این درگاهی که خونی نوف شیرینشو اینجا ریخت است پدر و مادرش اینجا بوده است حتما یک زیارت کرده برایش دعای فاتحه کنید که محض برای او ما در تاجیکستان صاحب استقلال امروزه زنده و سلامت و شاد و خرم زندگی میکنیم. برای شما تشکر. من باور دارم که چراغ این خاندان چراغ شیرینشوی عزیز فرزند تمام تاجیکستان شما